وقتی خدا میخواد بهت یک آغاز دوباره بده، معمولاً با یک پایان شروع میشه. برای درهای بسته زندگیت شکرگزار خدا باش، چون اونها ما رو به سمت درهای مناسب هدایت میکنن. بابت آرزوهایی که محقق نشدند هیچ وقت بیتابی نکن. گاهی خدا به وسیله همین محقق نکردن بعضی آرزوهاتون جلوی مصیبت‌های بعد از اونو میگیره. خدا هرگز دیر نمیکنه. هر آنچه که نیاز داری در زمان درستش به تو میرسه. فقط باید صبور باشی. خدایا همه رو به آرزوهاشون برسون. آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشماتو ببند یه لحظه از دلت خبر بگیر، برو سمت